خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. سفر به مسکو و لنینگراد. نهایت روزی سفر فرا رسید. 15 می سال 1952. در آن سالها سفری مسکو برای هر کس واقعی کلان و برای من واقعی فوق‌العاده بود. به شرف سفر قریب 20 نفر شریک و رفیقان 3 ساعت پیش از حرکت پاییزد گرد میز ضیافت جمع آمدند. همه تبریک می کردند و سفری خوش و با برکت آرزو می نمودند. بعد از این هنگامه ها قریب شام مرا تا وگان پنجم که وگان بهترینی نرم و مجهز بود گسیل نمودند. از تک و دوی روزانه خسته شده و خماری می سستی آورده بود. به جاگهی تر و تازه و نرم در آمده راحت خوابیدم. روزی دیگر صبح هم کوپه ها با هم شناس شدیم. راه که 5 روز طول می کشید شناخت همسفران ضرور بود. حالا همه همسفران در یاد نماندند. فقط یک نفری که از وزارت ساختمان بود و با الفت و شوخی مزاجیش پسند همه گردید و دیگر جوانزنی روس ساکن مسکو که بسترین آباد سفر خدمتی داشته است و به من قبلا صفت شهر و جاهای جالب آن را نقل می کرد در یاد ماندند. منظره های صحرای قزاق با بهار سبز مخملین و تل و کوتل های رنگارنگ نهایت زیبا و دلربا به نظر می رسید. در ستانسیه های شهرهای کلان مردم قزاق ما را با ناز نعمت و مراعات غذا و مالهای خود همچون مهمانهای جانی پیشواز می گرفتند. هر یک شهرک و اول قزاق تماشای عجیبی رسم و آیین و طرز زیست و زندگانی ساکنان جمهوری کلان و گوناگون منظر بود. پس از گذشتن از ارنبورگ فضای روس، شهرهای آباد و زمینهای ناپیدا کناری رسیه نمای نو، نمای دلکشا و دلربایی را در نظر جلوه می داد. از بالای زمینی پرثروت و سخاوتمند روس که از آثار شاعر و نویسندگان بزرگش در آینه خیال متصور می گشت، برابر چرخهای قطاره به شادی و سرور شتابان می روم. از جوانزن روس گاه از تئاتر و موزه‌های شهر سؤال می کردم. شوق و هوسی مرا نسبت به شهر خود دیده با تفصیل به سؤالهایم جواب می گفت. به مسکو نزدیک می شدیم. جوانزنی روس گفت که اینک تا مسکو 100 کیلومتر راه مانده است و حالا منطقه زیباترین اطراف مسکو، منطقه بوستانسراها و بیشه های بیکران شروع می شود. از تریزه وگان پیش نظر در واقع منظره های پدیدار می گشت که بار اول می دیدم. بیشه های سبز و خرمی، درختان سر به فلک کشیده صنوبر و توس های تن سفید و در زیر سایه برگ و شاخه های عمارت های 2 طبقه و 3 طبقه از چوب های رنگارنگ و کندکاری پی هم گذشته می رفت. تمامی طبیعت با سرعت پاییزد در حرکت بود و ما را به سوی مسکو می برد. پاییزد به شهر داخل شد و قد کوچه و عمارت‌های پرحشمت حرکت می کرد. نهایت در یکی از راه‌های وگزل قزان توقف نمود. از وگان برآمدم. مرا دختر خردی استاد عینی لطفیه می بایست پیشواز گیرد. اما وی به نظر نمی نمود. در دل حول پیدا شد که در شهر کلان ناشناس آیا به کجا می روم؟ ناگهان لطفیه را از دور دیدم که دوان به طرف ما می آید. می بخشید از درس دیر برآمدم.
حاضر به مترو در آمده به کوچه مال براننیا به خوابگاه های اسپیرانتان می رویم. وعده کردند که برای شما جای می یابند. لطفیه مرا به مترو به استانسیه کمسمال راهنمایی کرد. از سال 1936 که جعفر خان عمکم از مسکو عکس‌های مترو را به سوغاتی آورده بودند، در آرزوی دیدن این شهر زیرزمینی بودم. اینک امروز سیر شهر را از مترو سر می کنم. ازدحام بزرگ مردم که با شتاب و سراسیمگی دوان و تازان قدم می زدند یک نمای عجیب و غریب بود. آمدن پاییست، گشاده شدن درها و در یک مژه زدن بر آمدن مسافران و بعد در آمدن انبوهی مسافران دیگر عجایب و غرایب بود. بعد به افتابوس سوار شده به مال بران رهسپر شدیم. در آن اسپیرانت های ختم کننده تحصیل زندگی می کردند. لطفیه گفت که اسپیرانت اینستیتوت کیمیا نعمانوف وعده کرده است که برای چند روز برایم منزل آماده می کند. در اول از روی فامیلی این شخص را نشناختم. بعد از آن که نعمانوف را سوراخ کرده یافتم، شناختم که این کس همان ایشان خان است که سال 1947 در سفر استالین آباد با هم شناس شده بودیم. آن وقت و یک سال پیش از صف ارمیه بعد از اشتراک در جنگ‌های ضد فاشیستان و ژاپن‌ها به استالین آباد به نزد یگانه خواهرش مرحبا خان، همسر زیادالله خان شهیدی آمده همراه آنها زندگی می‌کرد. حالا در اینستیتوت کیمیای ارگانیکی تحصیل اسپیرانتور را به آخر رسانیده در عرفه دفاع رساله نامزدی بوده است. ایشان خان نعمانوف گفت که کماندانت خوابگاه را به گپ در آورده به مدت 2 شب و 2 روز جای گرفته است. در 2 روز در خانه یگان کس اجاره منزل گرفتن ممکن است. در 2 روز با جوانان تاجیک شناس شدم که همه آنها رساله های نامزدی را به آخر رسانیده برای دفاع آمادگی می بینند. ایشان خان گفت که کارهای وی نیز به آخر رسیده است و پس از چند روز شاید در روزهایی در مسکو بودنی من رساله‌اش را به حمایه پیشنهاد کند. بعد از 2 روز در کوچه بلشه کازیخینسکه نزدیک به میدان پوشکین در خانه پیرزن جای خوب پیدا کرده و پاسپورت را از قید میلیسه گذرانیده. در آن سالهای بعد جنگ این مسئله خیلی سخت بود. ساکن قانونی موقتی مسکو شدم. اکنون آزادانه می توانم در کتابخانه ها به مشغولیت خود شروع کنم و در روز و ساعتهای فراغت به تماشای موزه و تئاتر و کنسرت ها روم. موزه های لنین، به نام پوشکین، نیکولای استرافسکی، رمن‌های پولاد چگونه آب و تاب یافته است و زادگان طوفانی نویسنده فلجی ناجنبانی نابینا را سالهای پیش به شوق کلان خوانده بودم. لف تولستوی. در آن سالها موزه نهایت مشهور و آوازدار و مورد زیارت، بله زیارت نه تماشا، موزه بود نزد میدان پوشکین که در آن تحفه‌های به استالین آمده به شرف جشن 75 سالگی به نمایش گذاشته شده بود. در قطار دور و دراز مردم در نوبت ایستاده به موزه در آمدم. موزه نهایت پرشکوه، پر ازدحام و پر از انواع چیزهای گرانبها و نادرکارانه، از دستگاه‌های بزرگ کارخانه‌ها تا دانه برنج که در آن دهقان هندو تبریک جشن را به کندکاری ثبت کرده است. روزی به طرف میدان سرخ رفته، از پس تقریباً 1000 نفر زائران نوبت گرفته مقبره لنین را طواف کردم. لیکن به تماشای تئاترها دست نیافتم. به جز آنکه روزی تصادفاً بلیت پیدا کرده اپرای یوگنی انیگین را با اشتراک لمشف گوش کردم. چند روز در کتابخانه لنین کار کردم. در تالار مشهور علمی رقم 3 نشسته
و در خاموشی بزرگوارانه این بارگاه معنویات خود را در آسمان هفتم سعادت شرف و بختیاری حس می کردم. کتاب‌های ضروری را مثل لب تشنگانی به ساحل دریا رسیده می خواندم. در دفترها ثبت می نمودم. روزهای واماندگی و لاعلاجی را در کارهای خود فراموش می کردم. باوری و اعتقاد به آینده کارها قوی تر می شد. بعد از چند روز ایشان خان مرا همراه خود به اینستیتوت به مجلس حمایه رساله نامزدیش برد. در تالار روشن و خوش‌هوا تقریباً 20-30 نفر عالمان پیر و جوان جمع آمده بودند. چند نفر جوانان تاجیک دوستان ایشان خان نیز حاضر بودند. رئیس مجلس مردی سالخورده خیلی بردم مجلس را گشاد و از روی رسمیت‌های مقرری بعد از چند سخن‌های مقدماتی نوبت سخن به ایشان خان رسید. با وجود آنکه دلیر و روشنگب میزد، در صدایش هیجان احساس می‌گردید. در اول با دقت سخنان او را گوش کردم، ولی هنگامی که به بیانات مسئله‌های مرکب کیمیا گذشت، به خیالات دنیای دیگر گذشتم. جدیت و شکوه مجلس بارگاهی عالی بود که به آن با پاکی و ریاضت داخل شدن ممکن است. ایشان خان هم با زحمت و ریاضت به عمق و اسرار علم رسیده است که امروز در حلقه پاک طینتان جهان علم و دانش از آنچه که آنها آموخته‌اند ارزش شاگردانه می کند. آیا مرا هم میسر می گردد که در چنین دایره آزادگان علم از چنین منبری مبارک حرف چند بگویم؟ آیا این کی و در کجا واقع می گردد؟ مجلس قریب 2 ساعت دوام کرد. همه به یک آواز ایشان خان را سزاوار عنوان نامزد علم دانستند. ایشان خان در آشخانه اینستیتوت ضیافت خردی نیز آراسته بود. در ضیافت اکثر دوستان و همدیاران بودند. بعد از ضیافت ساعتهای 7 بیگاه من و ایشان خان با ترلیبوس به منزل راه گرفتیم. از ترلیبوس پیاده شدیم. ایشان خان گفت: رسول خان، از روزی که آمدید با تشویش ها بند شده درست صحبت نکردیم. به خیالم حاضر فرصت و ساعت خوب آمد. بیایید به کلبچه من رفته کمتر چقچق کنیم. تا به وقتی شب صحبت ما گرم شد. ایشان خان از تلخی های ایام جوانی، سالهای تحصیلش در سمرقند و خجند، از نبردهای میدان جنگ حکایت می کرد. نهایت از 2 سال آخر خواندن و زندگیش در مسکو با خوشحالی گفت: رسول خان، من چی بودن علم و به چی طرز آموختن علم را در مسکو فهمیدم. اگر علاج و امکان پیدا کنید 2 سال باقی مانده تحصیلتان را در مسکو گذرانید. اینجا محیط علمی، درجه تعلیم و تحصیل خیلی بلند است. شاید وقتی می آید و به همین درجه می رسیم، لیکن حاضر باید از مکتب علم مسکو گذریم تا که بعداً اصول و متدهای آن را در خودمان جاری کنیم. با دیرکتورتان و البته با راهبرتان دام الله عینی مشورت کنید. آنها بیگپ شما را به مسکو می فرستند. من به منزل بازگشتم. صاحب خانه چای دم کرده آمد. چای گرم شیرین خستگی های روز و ضعف شراب را رفع نمود. در بستری خواب تا خیلی وقت گپ‌های ایشان خان فکر مرا مشغول می داشت. شخصی که از من چند پیراهن پیشتر درانیده است و پست و بلند روزگار را بیشتر دیده است، بیهوده گپ نمی زند. به ایشان خان باور داشتم. نه تنها برای آنکه امروز پیش استادان خود به مرتبه بلند علمی نائل گشت، بلکه می دانستم که او به بارگاه علم
به آسانی راه نیافته است. از راه‌های پیچیده دشوار زندگی گذشته است. سالهای محرومیت و سختی‌های بی‌پدری را پسی سر کرده است. از قصه‌های جوانی وی کمی خبر داشتم. درباره بابای و پدر و عمکش از پدرم بعضی نقل‌ها شنیده بودم. مادرم از روزگاری مادر ایشان خان که بچه‌های بی پدر مانده‌اش را به قول معروف به نوگ سوزن با زحمت و احتیاجمندی‌ها به وای رسانیده است، قصه‌های دلسوزانه کرده بود. شناسایی و ملاقات‌های اولینی که در مسکو با ایشان خان داشتیم، دیرتر به دوستی پر از صمیمیت و محبت گذشت. وقتهای آخر می‌خواستم درباره قسمت تلخ خاندان ایشان خان و راهی به علم و حیات سعادتمند طی کردن او قصه نویسم. فرصتی پیدا نمی‌شد. نهایت اصرار نمودم که چند روز در ساعتهای معین با هم نشینیم و واقعه‌های خاندان آنها را مختصر نوشته گیرم. سرگذشت این عائله انعکاس تقدیر طبقه معینی جامعه ما می باشد. چند روز بعد از کار در حوله او نشستیم. آن کس می گفت و من می نوشتم. از شدت واقعه ها هر دو خسته می شدیم. همسرش حنیفه بانو طعام می آورد. ایشان خان از خانه قدح چند عرق می برآورد. می خوردیم و کمی تسکین و آرامش می یافتیم. باز تشویش و گرفتاری ها پیش آمد و کار ما قطع گردید. دیری نگذشت و واقعه های دهشت انگیزی سال 1992 رخ داد. ایشان خان که برای آزادی و بخت خلق در جنگ خون ریخته بود، کشتارهای بیهوده و بی‌معنی خلقش را دیده دود از دماغش می برآمد. بیماری دلش شدت می گرفت و ناگهان شب ماه دکبر از جهان چشم پوشید. بعد از یک ماه فوت ایشان خان همسرش دفتری را داد. گفت که شادروان وقتهای آخر قصه زندگیش را در همین دفتر می نوشته است. دفتر را گرفتم و چند روز خط نهایت دشوار عربیش را خوانده برآمدم. قصه روزگار او را به رشته تألیف کشیدم. به چاپ رساندم. آنچه دانشمندی معروف تا آخر عمر روزهای تلخ زندگیش را چون درد نهان در دل نگاه می داشت به دوستان آشکار شد و مهر وی در قلبها باز زیادتر گردید. مختصری قصه چنین است. بابای ایشان خان عثمان خواجه سمرقندی از اولاد خواجگان جامه فروش یعنی دکاندار پیش از انقلاب در گذری دهبیدی حولی کلانی درون بیرون و در رسته بزازانی فروشندگانی متاع و قماش نزد 400 دکان داشت. بعد از انقلاب هم به همین کارش ادامه میداد. پسری کلانی عثمان خواجه نعمان خواجه پدر ایشان خان نیز دکانی گشاده در همسایگی پدر به تجارت مشغول می شود. پسری خردی عثمان خواجه وفا خواجه در مکتب‌های نو به تعلیم و تربیه مشغول می شود. رفته رفته وفا خواجه در صف معلمان پیش قدم برای مکتب و معارف تاجیک خدمت‌های کلان کرده به نام معلم خدمت نشان داده سزاوار شد. وفا خواجه با پدرم هم کسب و دوستی نزدیک بود و به خاندان ما رابطه های نزدیکی رفت و آمد داشت. در سالهای آخری حیاتش این جانب بارها با وی ملاقات و صحبت ها داشتم. تا آخری سالهای 20 عائله عثمان خواجه در سایه سیاست نوی اقتصادی نپ آسایشته و در رفاهیت زندگی می کرد. تجارت خوب می رفت و همچون شخصان دیندار و پارسا در عبادت و اجرای رسم و آیین دینی آزاد و بی آزار بودند. آسودگی دیر دوام نکرد.
در اینجا قصه را از زبان ایشان خان اقتباس می کنم. خلص سال 1929 آمد. روزهای تیر ماه فرنگی پرتایی زنها سر شد. یکی از روزها پدر از کار بازگشتند. مادرم رویشان را بر روی مال پیچانیده از کوچه به خانه برگشتند. فرنگی پرتایی زنها، بسته شدن و منع گردیدن مسجدها، اندازهای کلانی پرداختشان امکان ناپذیر پدر را به فکر آورده است که زمانه کافرستان شد و در این مملکت مسلمانی غیر قانونی دولت است. از همین سبب پدر در آخر سال 1929 به افغانستان رفتند. در حقیقت سری سال 1930 دکان و حوله ما مصادره شد و ما 5 فرزند و مادرم در کوچه ماندیم. آن روزها من مکتب ابتدایی را تمام کرده دیگر امکان خواندن نداشتم. از هیچ کجا درآمد نبود. یک همگذر کمبغلمان ما خواجه بچگان را با مادرمان در حولی بیرونش جا داد. من مجبور بودم که در کوچه و بازارها آب فروشی کنم. روزهای زمستان بامهای مردم را از برف تازه می کردم. مزد کارمان نان، پول یا لباس کهنه بود. دیگر هنر نداشتم. مادرم کمزورچه می دوختند. خواهری کلانیم شاگردشان بودند. در عین لاعلاجی و درماندگی شخصی از افغانستان می آید. خود را آشنا و دوستی نعمان خواجه معرفی می کند و می گوید که آمده است تا با خواهش پدرشان آنها را به افغانستان رساند. مادری در راه مانده به گپ شخصی ناشناس باور می کند و 5 فرزند و اسباب و افساری از مصادره ها بازماندهش را گرفته همراه آن مرد به قرشی می رود. آنجا به اصرار مردی ناشناس دختری کلانیش را به شوهر می دهد. شخصی ناشناس دختری کلانی و اسباب و افسار خانه را گرفته با وعده آنکه بعد از چند روز آمده آنها را همراه به افغانستان می برد از قرشی غیب می زند. روزها و ماهها در انتظاری مردی ناشناس می گذرد. اما از وی دیگر پی نبود. مادری فریفته شده با فرزندان خردسالش در قرشی تنها و بیکس بی تأمین قوت لایموت می ماند. باز روزهای ناچاری و بینوایی سر می شود. ایشان خان می نویسد: مادرم کمی دوزندگی می کردند. خواهر و دادر خردیم به مادر یاری می دادند. من روزهای بازار آب فروشی می کردم. یک روز مزد آب فروشی به 2-3 روز می رسید. در روزهای در غزار بودنم از دشت اطراف خاری شتر درویده در یک روز 3 مراتبه به نانوای خانه می سپاریدم. به مزدش 2-3 نان می دادند. در عین این مفلسی و بیچارگی یکی از خویشان نزدیک از حال آنها خبر یافته به قرشی می آید و مادر و فرزندانش را به سمرقند می آرد. ایشان خان به ربفک، چنین آموزشگاه بود، می درآید. برای قبول به صف کمسمال عریضه می نویسد. عریضه او را رد می کنند به آن سبب که وی خواجه زاده است، چون که در آخر نامش لقب خان دارد. بعدتر با مصلحت کلانها نامش را ایشان قل نوشته و کمسمال داخل می شود. دیرتر در دایره های رسمی نام او ایشان قل بود، اما همه اولاد و خویشان او را ایشان خان می گفتند. بعد از ربفک ایشان خان به فکلته کیمیای دانشگاه سمرقند داخل می شود. در کورس آخرین جنگ بزرگ وطنی سر می شود. سال 1941 به جنگ می رود. تا روز غلبه در میدان جنگ مقابل فاشیستان بود. سپس وی با قسم حربیش به جبهه محاربه های ضد جنگجویان ژاپن می رود.
بعد از غلبه کامل ارتش شوروی، ایشان خان از جبهه جنگ راست به استالین آباد می آید. عشق جوانیش به کیمیا او را به انستیتوت کیمیای اکادمیا هدایت می کند. در همین مؤسسه سابق دار اکادمیا ایشانقل عثمانویچ نعمانوف، نام کامل رسمی و علمی وی چنین بود، از کرسی لابرانتی تا مرتبه دیرکتور انستیتوت می رسد. بعد از مؤسس انستیتوت کیمیا اکادمیک نیکیتین، ایشان خان دوم دانشمندی بود که پژوهشگاه نامبرده را به مرکز علمی کیمیایی جمهوری رساند که شهرت آن بیرون از مرز کشور انتشار یافت. ایشان خان را از روی سنت‌های اولادی امان اکاتوره و در غیبتش ایشان خان می گفتم. در خاطراتم او را تنها به همین نام اولادیش ذکر کرده توانستم و بس. ایشان خان دانشمندی توانا و تشکیلاتچی خردمند کارهای علمی بود. در این خصوص بسیار از روی حقانیت نوشتند. برابری همین ایشان خان آدمی خوب و انسان کامل با دل حساس و قلبی نرم و گرمی بی‌نظیر نسبت به حیات و آدمان بود. محیط عائلوی و دیرتر دایره محفل و مجلس‌هایی که او از آن عبرت گرفته بود، خصلت‌های نیک را در وجود او تدریجاً و روحاً تلقین نموده بودند. صحبت بهاءالدینوف و شهیدی، ترسونزاده و میرشکر، نیازی و باقی رحیمزاده و دیگران آیا می توانست بی اثر گذرد؟ ایشان خان ادبیات را دوست می داشت. شعر را خوب حس می کرد. از روند ادبی معاصر آگاه بود. در صحبت ادیبان گمان نمی کردید که یک نفر کیمیاشناسی نفت و انگشت نشسته است و از شعر و ادب سخن می گفت. با متاعبه و ظرافت‌هایی به مورید و شیرین صحبت آرایی می نمود. در گذشت دوستی همه امان اکابر ادهموف سال 1991 داغ سختی بر جگر ما بود. نوشتن تعزیه نامه را به این جانب حواله کردند. ایشان خان بعد از 2 روز در ماتمخانه ادهموف آهسته به من گفت: رسول خان، در سوگواری اکابر چنان نوشتید که سوزی دل همه ما صدا می دهد. وصیتم همین است که برای من هم خودتان نویسید. این سخنها را در آهنگ شوخی قبول کرده بودم. 1 سال گذشت و ایشان خان با ما و با جهان پدرود گفت. 29 نوامبر سال 1992 در سن 74 سال. تعزیه نوشتم. بله، آن تعزیه نامه بود. اینجا قصه مختصری شخصی او را نوشتم. آرزوی من این بود: رحمت حق قبر او را پر نور سازد.